میتونی جمله‌ای بگی که منو هم خوشحال کنه هم ناراحت؟ چوک شما از چوک دوستاتون بزرگتره. راستی چرا انقدر چشماتون بزرگه؟ چون وقتی بچه بودم زیاد گریه میکردم بزرگ شده. پس کاش به جای گریه شاش میکردی. راستی چرا اینقدر رو هویچای توی خونه مگس میشینه؟ چون من اونا رو میکنم تو کونم. چرا میکنی دکونت؟ دندونم درد میکنه نمیتونم بخورم. میخوام از اونجا ویتامینش جذب بشه. قربان، مشکلی برای مادرتون در بازار پیش اومده. خوب شد اومدی پسرم. چی شده مادر جان؟ این مرتیکه شغال اشکاسی که من میخوام به هم نمیفروشه. گو خورده که نفروشه. همین مرده؟ همینه. پس کش. چرا چیزی که مادرم خواست ندادی؟ قربان من فروشنده دودول مصنوعی ام. مادرتون اومد گفت یه دودول مصنوعی میخوام. گفتم کدومش؟ گفت اون قرمزه. گفتم نمیشه آخه اون کپسول آتش نشانیه.